گرامی، در بخش با هم یاد بگیریم برنامه امروز در خدمت شما هستیم با موضوع مصرف بهینه سوخت و تنظیم شعله در آبگرمکن گازی دیواری. لطفاً با ما همراه باشید. اما در برنامه امروز برای روشن کردن آبگرمکن دیواری بایستی به این چند نکته دقت داشته باشید. اول اینکه ورودی آب سرد باز باشه، شیر اهرمی گاز ما باز باشه، دسته تنظیم گاز رو در حالت شمعک قرار میدیم، فشار میدیم به سمت داخل و فندکی که در این قسمت قرار گرفته شمعک رو میزنیم، شمعک رو روشن میکنیم. 20 ثانیه بایستی دسته تنظیم گاز رو تحت فشار قرار بدیم تا ترموکوپلی که اینجا هست گرم بشه و بوبین شیر گازیمون رو در حالت جذب نگه داره و شمعک ما پایدار بمونه. خب الان رها میکنیم، دسته تنظیم گاز رو میچرخونیم، در وضعیت شعله کوتاه قرار میدیم. ما برای اینکه مصرف سوخت رو به نوعی در آبگرمکن بتونیم کنترل بکنیم، از چند نقطه آبگرمکن میتونیم میزان حجم گاز رو کنترل بکنیم. اول اینکه تقاضای آب گرم مصرفی میکنیم، دستگاه ما که روشن شد، اولین نقطه‌ای که میتونیم تنظیم شعله رو انجام بدیم همین ورودی شیر گاز دستگاهمون هست. با کم کردن میزان حجم گاز میتونیم میزان شعله رو تنظیم بکنیم. در ورودی به دستگاه یه شیر پروانه‌ای هست که یه پیچ دو سوی کوچیک داره. اگه در حالت افقی قرار گرفته، حجم گاز کمی از مسیر رگولاتور عبور میکنه. اگه بچرخونیم به صورت عمود قرار بدیم، همینطور که در شعله میبینید، شعله آبگرمکن زیاد میشه. سومین نقطه‌ای که میتونیم میزان حجم گاز رو زیاد بکنیم، اینو در وضعیت شعله بلند قرار میدیم، یعنی در آخرین نقطه. نقطه بعدی که میتونیم میزان حجم گاز رو، شعله رو کنترل بکنیم، دسته تنظیم دما هست. این دسته تنظیم دما در واقع میگن در حالت تابستانه که الان حالت زمستانه هست، این حالت تابستانه شعله کوتاه هست، میتونیم میزان شعله ورودی آبگرمکن رو به این ترتیب تنظیم بکنیم. اما توجه داشته باشید به این نکته مهم، اینکه اگه فشار آب داخل ساختمانتون خوب هست، میتونید تنظیمات شعله رو در روی آبگرمکن به این ترتیبی که توضیح دادیم انجام بدید. با این کار میتونید استهلاک دستگاهتون رو کاهش بدید و